سلام خدمت دوستان عزیز، فری هستم. به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم با دک مورد علاقه من لاوالون بریم یکم رنگ کاپ کنیم. بریم برای مچ اول. یه دونه زب برای گوبلینا، یه والکری برای پرنسس، یه دونه بالون پشت بندش، یه ارو برای ارزم به خدمت شما برلش. خب دمیج خوبی زدیم بهش. مینیونا رو دفاع نمی کنم. یه لاوا از انتها، یه زب برای گوبلینا. گاردو ترجیح اینه که نگه دارم، چون ممکنه که به عنوان کارت اصلیش یه هوک داشته باشه که از قضا مگانایت در اومد. مشکل نداره، مگانایت هم میتونیم دفاع کنیم با گارد. این از ارو. یه شات و دو شات از مگانایت خوردیم، مهم نیست. خب اینفرنو رو بندازم برای پرنسسش یا نه؟ احتمال داره پرنسس بندازم. بله خب اینفرنو دراگون زب تو دستم، میتونم تاورش رو زب کنم ولی نه. خب دستم خورد، مشکل نداره. یه والکری، این از این تاورش. ارو میکنیم مینیونا رو که ارو هم نمی کردیم زیاد فرقی نمی کرد. خب این اینفرنو برای مگانایتش. گارد، زب، تاور دومیش هم گرفتیم. یه والکری برای پرنسس. اینم از کینگ تاور. سرعتی بریم برای مچ دوم. یه لاوا از انتها، یه والکری بر بندیتش. البته بندیتش دشتشو کرد، مهم نیست. کوویچ داره به همراه الکترو ویزار. خیلی خوبه که کماکان حداقل دارت گوبلین نیست، چون دارت گوبلینی که اذیت میکنه. خب چقدر دمیج میتونیم بگیریم؟ یه گارد برای هوگش، یه دمیج فوق‌العاده اونور گرفتیم. تاور، بله تاور اونور گرفتیم. یه والکری بر بندیت، یه سلت داره پشت بندش. اگه بتونم با اینفرنو. خیلی خوب، ویچو بزن ایول و اشپور ساهوگ. یه زب میزنیم. خب
تپ میکنیم فعلا تا اکسیرمون پر بشه. یه دونه والکری ایوو برای بندیتش و الکترو ویزارد. یه شات. خب یه شات زد برامون. پشت لاوا اسکلت دراگ. یه دونه ارو. یه دونه زپ ایوو. خب یه گارد برای الکتروویزش. یه ارو. 4 تا اسکلت دراگ روی زمینه پشما. خب دوباره یه لاوا. یه والکری. یه دونه بالون. خب دوباره اینفرنوش رو رفت. یه دونه زپ رو اینفرنوش. خب بالون رفت از کینگ تاور. یه اینفرنو از این طرف فرسه هوگ احتمالی. یه دونه اسکلتون از این بر. خب والکری ایوو. خیلی دوست داشتم والکریم این ور بزنم، ولی خب این که هوگه نتونه شات بزنه خیلی مهمتر بود. خب به این الان من هر کاری بکنم این اینفرنو میاره این وسط دهن من سرویس کنه. حالا به این گولش بزنیم. اول دفاع بکنیم. خب حالا یه لاوا از وسط بریم. آها ببین الان اینفرنوش باید بندازیم. اینفرنوشو انداخت. یه دونه بالون از این طرف. زپمونم که ایوه. یه دونم ارو میزنیم. گود گیم تموم شد و رفت. اشک بنده خدا رو در آوردیم. خب اینم از این مچ. ممنون بابت اینکه ویدیو رو تماشا کردیم. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. لایک و ساب فراموش نشه.